یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی، در روی زمین کشور زیبای قدیمی. یک شهری پر از عشق و پر از مهر و صمیمی. دوشنبه را دوست می‌دارند، با کمال میل اشتیاق زیاد زندگانی می‌کنند، برای تماشا می‌آیند. امروز از سیمای گرم دوشنبه نور می‌بارد، مهر می‌شارد و اینچنین دوشنبه برایمان الهام می‌بخشد تا اینکه همین گونه برنامه‌های خوب و دیدنی را تهیه نماییم. دوستان عزیز، اگر دوشنبه زیباست پس ما زیبا پرستیم. درود میگوییم به کل دوستداران این شهری خوب و خوشرو و نازنین. اکنون گذری ما نه تنها در کوچه بهزاد بلکه در باغ فرهنگی و فراغتی به نام نظام الدین علیشیر نوایی در آغاز خطسیر است. منظورتان. دوشنبه امروز به مرکز رونق فرهنگ و معرفت، ادبیات و صنعت، اقتصاد و سیاست و رشد تجارت تبدیل یافته است. این گفته ها را در هر گذر، هر کوچه و هر کنج دوشنبه می توان اثبات کرد. مثلا در این حدود کوچه بهزاد که حالا قرار داریم، انعکاس واقعی سخنهایمان دیده می شود. باغی به نام نظام الدین علیشیر نوایی که همیشه نشانه صلح و آسایشتگی کشور است. مرکز سودای دوشنبه مال هیپرمارکت اشان که اولین و کلانترین مرکزی هم سودا و هم نقطه دلخوشی ساکنان پایتخت می باشد. اینچنین یک قطار تلویزیون های جمهوری که همه روزه از رویدادهای گوناگون جهان و کشور برایمان اطلاع می دهد و البته مؤسسه دولتی کینوستودیوی تاجیک فیلم که از زمان تأسیس تا به امروز فیلم های وطنی را تهیه و پیشنهادمان می سازند. من دوستان، در آغاز هم از تعریف امروزه دوشنبه گفتیم و هم خطسیر نشر نوبتی برنامه را نیز آشنا کردیم. بیایید اکنون انعکاس این حدود را از باغ فرهنگی و فراغتی سر کنیم، جایی که عین حال قرار داریم. زیرا عزیزان این نقطه یعنی این باغ میتواند هم الهام دل ما را سرشار سازد تا اینکه برنامه جالب و دیدنی براید و هم شما میتوانید از تماشایش لذت برید. باید گفت باغی که عین حال ما قرار داریم 27 سپتامبر سال 2018 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، همچنین پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف گشاده شد و در مرکز باغ قرار دارد دو مجسمه بزرگ، یکی نظام الدین علیشیر نوایی، دیگر استاد عبدالرحمن جامی. باغ نظام الدین علیشیر نوایی در میدان قریب 3 هکتار دامن گسترده آن پره به طلبات زمان کنونی موافق کرده شده است. هرگاهی که طریق این باغ گذر میکنیم بواسطه در حیرت میمانیم از آن که تا چه اندازه تازه و آزاده است اینجا همیشه. زیرا یک جای پرآدم به حساب می رود، اما مسئولین چگونه و کی امکان مییابند تا اینکه به این حد اینجا را زیبا و آزاده نگاه دارند؟ این به ما معلوم نیست، اما اینجا حتما فرصت مییابیم برای سیر کردن، آرام نشستن یا خود مشق و تمرین نمودن. در واقع میدانچه برای مشق بدن مجهز با تمام تجهیزات ضروری اینجا نصب شده است که شمارش 2 تا.
ساکنان اطراف باغ بیشتر صبحگاهان در اینجا با ورزش مشغول می شوند. کنار کودکان بازی می کنند. شادی هایشان را تماشا کرده در دل ما ذوق بیشتری پیدا شد. خوش به حالشان گفته سیرمان را ادامه دادیم. عزیزان، باغ مذکور نه تنها امروز یک جایگاه است برای بنیاد بزم‌ها، اینچنین زیاده از 80 نشستگاه‌هایی که در اینجا فراهم آورده شده است، در بعضی از آنها همین گونه مجسمه‌ها گذاشته شده است و این مجسمه‌ها گویا که باز هم یک بار دیگر یادرس می‌کند که ما ملت کهن بنیادیم و اجدادان ما، گذشتگان ما کتابخوان و کتابدان و کتابدار بودند. باز هم در بابت مسئولیت پدر و مادر درباره دانشمند و کتابخوان نمودن کودکان ما را یادرس می‌کند. با همین اندیشه ها نزد قهوه خانه رسیدیم که در همین باغ جایگیر شده است. گندم نام خوبی دارد، صرف تاجیکی. اینجا بیشتر شیرینی های گوناگون می فروشند که به نامش نیز موافق آمده است. بیایید وارد شده یک تا قهوه گیریم. در هر جرعه این قهوه جرعه مهر، محبت و نیرو بود گویا که برایمان بخشید. واقعا دوستان، قهوه خانه احسن نیست در برابر دیگر قهوه خانه های دوشنبه که در هر سری قدم به ما با میخورند نمونه های خوبترین و بهترین شیرینی ها، خورش ها و اینچنین نوشاکی های با لذت را پیشنهاد میکند. و دوستان عزیز، میتوانیم وقتی خود را در چنین روزهای گرم تابستان اینجا آمده خوب و خوش سپری سازیم. شدیم و تماشای این باغ را به اتمام رسانیده آن سوی راه گذشتیم. عمارت نوبتی نام دارد آثارخانه گیولوژی. وارد می شویم. آثارخانه گیولوژی جمهوری تاجیکستان نیز در کوچه بهزاد 13 قرار دارد که ما عین حال در داخل این آثارخانه می باشیم. فضایش عجیب است، ولی اگر تمام آثارخانه ها افاده‌گری تاریخ پرقناوتی ما باشد، پس گفته می توانیم که این آثارخانه در برابر رسالت خود اینچنین افاده‌گری طبیعت ناتکرار دیارمان می باشد و تمام آن کندنی های فایده‌ناک، عموما سنگ های قیمت‌بها و نادری که در هر کوهپاره تاجیکستان محفوظ است در اینجا آورده شده است. نمونه از آن البته کشور ما را همچون بام جهان میشناسند و در این آثارخانه این سخنها انعکاس خود را یافته است. عزیزان، ببینید مرکز خدمت رسانی و سودای دوشنبه مال در روبروی این بنا جایگیر شده است. ما نیز فرصت را غنیمت دانسته میخواهیم سری قدم به اینجا درآییم و تماشا کنیم، زیرا اینجا هم خرید کردن ممکن، هم استراحت و هم خوراک خوردن، حتی تماشای فیلم نیز امکان دارد. عزیزان، هنوزم با مایید خیلی شدیم و ما نقطه نوبتی را برایتان معرفی میکنیم. اولین مرکز سودای بزرگترین و همچنین نقطه دلخوشی در دوشنبه تأسیس یافت با نام دوشنبه مال و حالا باشد از نزدیک با آن شناس میشویم. رفتیم.
روزانه آید و یا خواه شبانه. اینجا فضای خاصه خود را دارد و آن موسیقی که همیشه در اینجا طنین انداز است خیلی فورا همیشه به گوش میرسد و الهام دل ما را نیز سرشار میسازد. عزیزان، همه مال و محصولات را از اینجا یافتن ممکن است در برابر استراحت کردن. خلاصه آن چیزی که چشم میبیند و دل میکشد. گر برای بازی کودکان پیشنهاد می شود. سرکرده از خردسالان تا نورسال در اینجا بازی و دلخوشی کرده می توانند. ذوق و شوق آنها را بینید. گوشه دیگر کینوتئاتر می باشد. گرچه فرصت تماشای فیلم نیست، اما بیایید از شرایطشان بینیم و به شما نیز انعکاس نماییم. کینوتئاتر کیهان در مرکز سودا و خدمت رسانی دوشنبه مال. در اینجا 4 تالار نمایش با تمام تجهیزات زمانوی مهیا شده است که ما می توانیم فیلم های جهانی را حتی نخست نمایشش را آماده تماشا کنیم. البته یک جای براحت، سلقین و بسیار گوارا. بله، هر کنج و کنار شهرمان حرفی به ما گفتنی دارد. اگر فرصت یافته آن را گوش دهیم. پس 3 موضع نوبتی که در یک حدود شهر جایگیر شده‌اند و در ساحه واو خیلی نفوذ خاص دارند برایتان معرفی خواهند شد. رفتیم. تلویزیون تاجیکستان با نام استودیوی دوشنبه 3 اکتبر سال 1959 با فعالیت شروع کرد و نطاقان رفعت عبدالسلام و ولنتینا عیسایی و با سلام و پیام گرم خود سر کردند برنامه‌های تلویزیونی را. بله، این همان شبکه نخستین تلویزیونی در کشور به حساب می رود که در همین حدود ما قرار داریم و در اینجا جایگیر شدند 3 بینای اساسی: بینای تلویزیونی تاجیکستان، بینای مرکزی تکنیکی، اینچنین بینای مؤسسه دولتی جهان نما. دوستان، رفتیم شبکه فرهنگی تیوی سفینه را از نزدیک نشان می دهیم. این بینای محتشم و زمانوی از 5 آشیانه عبارت بوده، پر را به طلبات زمان جوابگوی است. دیوارهایش همه شیشگی و طریق جزهای آهنی آرا داده شده است. صحنش نیز زیباست. دالان، حجره‌های کاری همه کلان و برهواست و برای با میل خاصه ایجاد کردن کارمندان موافق می باشد. اینچنین از آن شرایطی که هر یک استودیوی این شبکه دارد برایتان حالا انعکاس می کنیم. تماشا کنید. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، کینوستودیوی فیلم‌های هنری و مستند تاجیک سال 1930 همچون تاجیک کینو تأسیس یافته بود. ولی فیلم‌های آن دوره سیاه و سفید و بی آواز بودند. آره، آن وقت تکنولوژی فیلمبرداری خیلی ساده و ضعیف بود، اما
امروز ببینید کارمندان این مؤسسه اکنون همیشه در رفت ثبت یگان فیلم هنری تاجیکی قرار دارند و البته در کینوفستیوال‌های بین‌المللی کشورهای گوناگون اشتراک کرده صاحب جایزه‌ها نیز می‌گردند. کینوی تاجیک همچون یکی از پدیده‌های فرهنگ ملی وظیفه مقدس خود را در نزد مردم خویش به اندازه اجرا کرده ایستاده است. وی همچون آینه ملت از غم و شادی مردم باخبر هست و ملت را به خود او و به مردم جهان معرفی کرده ایستاده است. عزیزان، حتی این حدود را میتوان کوچه تلویزیون نام برد، چرا که این نقطه آخرانی برنامه که ما قرار داریم در یک موضع جای گرفتند اکادمی وسایط اخبار عامه، تلویزیون سینما، تلویزیون ورزش و همچنین تلویزیون فوتبال. این همه زیبایی و نفاست امروزه شهر را دیده کس زود درک می کند که تا چه اندازه توجه، ذوق و دیدی بلند دارند فرزندان فرزانه ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی. پس جواباً به این همه غمخواری ما را می سازد که فرهنگ بلند تاجیکی مدنیت والای شهرداری را رعایت نموده همچون ساکن زیبابین و زیباپرست عمر به سر بریم.